اگر شما هم کنجکاو هستید که بدونید چه کسی شما رو طلسم و جادو کرده، در این ویدیو به راحتی به شما آموزش میدم تا اون فرد رو بشناسین و از شر این طلسم و جادو راحت بشید. با ما همراه باشید. خالق هستی، خداوند یگانه، سلام به چنل هالین، خیلی خوش اومدین. امروز با شما هستم با آموزش دادن دفع طلسم و جادو و اینکه چه کسی شما رو تا به حال طلسم و جادو کرده به راحتی خواهید فهمید و اون رو قرار هست به شما آموزش بدم. قبل از اینکه به سراغ آموزش بریم یک توضیحی به شما بدم که به هیچ عنوان دفع طلسم و جادو با گرفتن فال و خیلی کارهای دیگه مشخص نخواهد شد. پس گول چنین چیزهایی رو نخورین که با گرفتن فال قهوه و یا فالهای دیگه بتونید این رو بفهمین و اینکه اسم فرد رو بفهمین، چه کسی اون برای شما انجام داده. هیچ کدام مشخص نخواهد شد و بعضی جاها میبینم که بعضی دوستان این کار رو دارن با گرفتن فال قهوه انجام میدن که مطمئن باشین 100% این کار یک کار دروغین هست و در حال گول زدن بعضی از افراد هستن. اگر شما هم در زندگیتون احساس میکنین که کارهاتون به خوبی انجام نمیشه و در کارهاتون دچار گرفتاری میشین و یا خوابهای منظمی ندارین و یا مدتی هست که خوشحالی رو از ته دل حس نکردین و یا اینکه کارهاتون تا دقیقه آخر انجام میشه و در اون ساعتهای آخر دچار یک مشکل میشه و کل اون پروژه شما، کل اون کار شما به هم میریزه یا کار مناسب پیدا نمیکنین، خانه مناسب خودتون رو پیدا نمیکنین، شریک زندگی خودتون رو پیدا نمیکنین، مطمئن باشین که دچار یک سری از گرفتاری ها شدین. برای انجام دادن این کار ابتدا یک تکه کاغذ نیاز دارین. مثل همیشه من از جوهر قرمز رنگ استفاده می کنم. طلسم بسیار سنگینی هست، طلسم سختی هست برای انجام دادنش، اما شما از پس این کار هم برمی. در این کاغذ، این طلسم هم مثل طلسم های قبل از انجام دادنش لطف بکنین که وضو بگیرین، آرامش خاطر داشته باشین، در یک جای که دارای سکوت هست انجام بدین. من 4 چشم در اطراف این کاغذ میکشم، در 4 طرف کاغذ. به چه دلیل؟ به این دلیل که چشم های افراد هستن که شما رو در خطر قرار میدن. این شکل هایی رو که میبینین میکشیم. من کاغذ رو نزدیک تر میارم که شما بتونین این شکل ها رو ببینین. در 4 طرفش میکشیم. این شکل ها یک سری نمادها هستن. اگر دوست داشته باشین میتونم در ویدیوهای بعدی نمادها رو به شما آموزش بدم و اسم رو مینویسین. نوشتن یک سری از حروف هایی که قرار هست بنویسیم، فقط شما همراه من بنویسین و اگر توضیح خواستین در بخش کامنت ها من پاسخگوی شما هستم. ه لام لام ه ه لام لام ه. اسامی موکله هایی هست که من در اطراف کاغذ می نویسم و اینها هستن که کار رو برای شما انجام میدن و طلسم شما رو باطل میکنن. ت و ر در آخر نوشته میشه. در بالای کار من یک شکل میکشم که این شکل رو باید هم در پایین و هم در بالا انجام بدیم. به این شکل که دیدیم.
و حالا شروع میکنم اسم خودم رو، به طور مثال اسم من نگین هست، در 4 طرفش می نویسم و در کنار این 4 طرف دوباره نام موکل رو یک بار دیگه می نویسم و در وسط این کادر باید یک جای خالی برای شما وجود داشته باشه که من شروع می کنم به نوشتن دفع طلسم. با ما همراه باشین تا آخرین لحظه طلسم رو همراه با ما بنویسین. مطمئن باشین بعد از انجام دادن این کار به هیچ عنوان طلسمی در زندگی شما نخواهد بود. و در آخر دوباره اسم خود فرد رو می نویسیم، اسم خودتون رو، و دوباره آخرین کار حالا کاری که انجام میدیم، من یک بار دیگه این رو نزدیک میارم شما ببینین. کار دیگه که قرار هست انجام بدیم این هست که این طلسمی که شما نوشتین برای دفع اصلی اون طلسمی هست که در زندگی شما هست و اجازه که پیشرفت به شما نمیده. ممکن هست یک فرد نزدیک اون رو برای شما کشته باشه که نماد چشم ها نماد اون فرد نزدیک است، دوست، آشنا و یا هر کس دیگه. من با این طلسمی که نوشتم با قدرتمندترین موکلی که وجود داره برای شما اون طلسم رو دفع میکنه. همین کار رو که انجام دادین، این طلسمی که وجود داره رو به هیچ عنوان نباید تا بزنین، به هیچ عنوان نباید دست کس دیگه بهش بخوره و باید این طلسمی که وجود داره رو ببرین و در جایی که بسیار ساکت هست، ممکن است در طبیعت باشه، در جای دیگری باشه، هر جایی که احساس که رفت آمدها در اونجا بسیار کمه، خاک بکنین. مطمئن باشین که از شر این طلسم ها راحت شدین. مطمئن باشین که زندگی شما بعد از این بعد از این طلسم که به شما آموزش دادم کاملا پاک میشه و هیچ طلسمی نمیتونه در برابر این دفع طلسمی که امروز به شما آموزش دادم رو بشه و مقابل اون قرار بگیره. یک بار دیگه به شما بگم به هیچ عنوان این طلسم انجام دادنش با فال قهوه، انجام دادنش با فال تاروت ممکن نیست. میخوام که شما آگاه باشین بر کاری که قرار هست انجام بدین. اسم خودتون چون در این طلسم نوشته شده، طلسم فقط و فقط مختص شما هست و زندگی شما رو پاک میکنه. اگر میخواستین این طلسم رو برای چند نفر دیگه انجام بدین، باید اسامی اونها رو در این طلسم بنویسید و مطمئن باشین که شما از شر این طلسم راحت خواهید شد. ویدیوهای ما رو ببینین، چنل رو سابسکرایب بکنین. اگر که هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردین، از شما میخوام که این کار رو انجام بدین تا ویدیوهای ما به شما نشون داده بشه و در این رستگاری همراه ما باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.